کارت اولمون هم دقیقا همین کارت اولی هست که میشه فن توکنز. خب برای من 7 میلیون و خورده هست، من خریداری نمی کنم. دقیقا این کارت هست. خب یه ذره پایین تر میریم. کارت دوم هم تو همین بخش دقیقا این کارت هست، اسمش هم داو هست و این کارت رو هم شما خریداری کنید. کارت دوم هست. خب کارت سوم هم توی بخش اسپشیال قرار داره که میشه این بخش. میریم پایین تر تو همین بخش مای کارت، چون یه کارت قدیمیه. میریم پایین تر و دقیقا میشه این کارت، تلگرام مینی آپ لانچ. خب این کارت هست. این کارت رو من خریداری نمی کنم، فقط میخوام به شما نشون بدم که این کارت ها هست، چون برای من